سلام و درود به شما عزیزای دلم. ایشالله سال جدید سال خوب آغاز به خیری باشه. امروز اومدم یک کار خیلی عالی به شما آموزش بدم به همراه پسر بزرگم که استادکار من، خیلی عالیه کارش، برای خودش کانال داره، کار میکنه، خیلی کار عالیه. این کاور صندلی رو امروز به شما آموزش میدم. ببینید این کاور من 3 سال پیش زدم برای صندلی، الان صندلی رو دیگه کهنه شده، میخوام بردارم یه کار جدید بزنم. ببینید صندلی چقدر تمیز و مرتب مونده. این باعث میشه که شما تو زندگیتان صرفه‌جویی کنین، از وسایلی که دارین تمیز نگه داره. عالیه کارش. من این کار به پسرم آموزش دادم، به شاگردای دیگه هم همچنان. الان درآمدزاییش خیلی خوبه. الان به شما معرفی میکنم که پسرم میاد این کار برش میزنه، خیلی عالی برای شما توضیح میده که چجوری اندازه میگیریم، چجوری هم کار میزنیم. بله، برای شروع کار کاورها ما از کاور نارخوری شروع میکنیم براتون که کار ساده ایه، چون کاور مبل کلا یه مرحله خیلی پیچیده و گسترده ایه. اول از این شروع میکنیم که آموزش ببینید و اگر استقبال خوبی کنید حتما تو ویدیوهای بعدی هم براتون مدل‌های مختلف دیگه شو میذاریم. بریم که داشته باشیم. سلام، وقتتون بخیر. برای اندازه‌گیری صندلی ناهارخوری اول از همه کف گرفته میشه، بعد تکیه و پشت، بغل‌های ناهارخوری و بغل تکیه ناهارخوری که اندازه‌هاشو یکی یکی ما گرفتیم و نوشتیم. الان بهتون میگیم به چه صورت بعد اندازه‌گیری بشه. زمانی که میخوای کف اندازه‌گیری کنی 3 سانت اضافه میگیری که خیلی راحت بتونی سوزنتو بزنی. ما میخوایم این ناهارخوریمون رو به این صورت تا اینجا بزنیم، نه پایین، چون وجه خوبی نداره. به این صورت 55، 3 سانت از این ور، 3 سانت 4 سانت هم از این ور. بغلش گرفته میشه، این ورم 55. پس شد کفش 55 در 55. برای تکیه به همین صورت 3 سانت بالا، 3 سانت پایین که میشه 50 در 55. چون اول گرفته بودیم کفشو مشخصه. 50 در 55، کفش هم 55 55. پشتش هم به همین صورت از این ور تکیه تا این ور تکیه پشتش که میشه 60 در 55. باید 3 سانت الی 4 سانت پایین تر از سطح کف باشه. پس شد 60 در 55 هم پشتش. فقط میمونه برای بغل صندلی ناهارخوری و بغل تکیه که اینم ما گرفتیم 55 در 15، بغلش هم گرفتیم 55 در 15 که انتهای کارم براتون می‌کنم. عزیزای دلم، حتما از طلق 020 45% نرمی داشته باشه استفاده کنیم. ببینین هم براق هم نرمه، موقع استفاده کردن صدا نمی‌کنه، وقتی میشینیم بلند میشین صدا نمی‌کنه. پس این بهترین طلق 020 45% استفاده کنید. الان میریم برای سوزن زدن کار که قشنگ پرو بهتون نشون بدیم، یاد بگیرین، حتما استفاده کنید. خب اول از همه ما کفش رو اندازه گرفته بودیم، کفی که برش زدیم و 55 در 55 میذاریم، تنظیمش میکنیم که دو طرف مساوی باشه. سوزنامون رو میزنیم، یه سوزن این ور، یه سوزنم این ور. همون 3-4 سانتی که اضافه گرفتیم هم این ور مونده که بتونیم راحت کارمون انجام بدیم. بعدیش تکیه رو میذاریم 55 در 50، مشخصه دیگه، 50 به این صورت 55 میذاریم روش. یه مقداری بالاتر باشه که راحت سوزن بخوره، از دو طرف 3-4 سانت بیرون باشه. دو طرف سوزن رو میزنیم، بعد شروع کنیم به سوزن زدن این دوتا به هم دیگه وصلش میکنیم. یه مقداری نسبت به تکیه باید جلوتر باشه. یه سوزن وسط میزنیم، این هم دو طرف. برای قیچی کردنش هم نیازی نیستش که شما به این صورت صاف قیچی بزنید. حالت اوریق قیچی میزنید که فضا داشته باشه، یه موقع کم نیارید. این شد کف و تکیه. میریم برای پشتش رو وصل کنیم بهش.
اینم 55/60. به این صورت یه مقداری تقریبا 2 سانت 3 سانت بالا نگه می‌داریم برای سوزن زدن. اینور اضافه باشه، اینورم اضافه شه. سوزنتو میزنی، بعد شروع می‌کنی بالا رو به هم وصل کردن. یه سوزن وسط و دو طرف. حالا اون تیکایی که زده بودیم 15/55 باید این بغل وصل بشه و این بغل. برای اینکه راحت‌تر وایسه 2 تا سوزن پشتش هم میزنیم که رو به عقب حرکت نکنه که خیلی راحت میتونی کارتو انجام بدی. به این صورت میذاری روش، سوزنتو میزنی که وایسه بتونی کارتو انجام بدی. دیگه چشمی باید تنظیم کنی که این خط از اینجا بیفته، اینم تقریبا مساوی با پشتش باشه. طرف بعدی حالا میریم برای وصل کردن کف و بغل تکیه. انتها قیشیشو میزنیم که قشنگ تنظیم در بیاد. 2 تا سوزن میزنیم برای مهار کردنش و بعد شروع میکنیم سوزن زدن. اینو دقیقا از گوشه نزنیم، یه مقدار با فاصله زده بشه، تقریبا 1 سانت 2 سانت بمونه. یه سوزن وسط اینجا. حالا اینجا مهمه که این جلو رو به صورت هلال بدین که بعد وای نسته. اینو میکشیش رو به پایین، سوزنتو میزنید، بعد اینجا رو تنظیمش میکنید. با قیچی هلالشو در میارید. سمت بعدی رو به همین صورت اینو میکشید بالا. نباید این تا پایین بیفته، باید روی این قرار بگیره. اینو میکشی بالا، این اینجا، این میاد روش. به این حالت میشه. یه سوزن. حالا اینجا رو اضافه گرفتیم برای اینکه قشنگ کشیده بشه، بیاد روی این قرار بگیره، نه اینکه به این حالت که فضا بالا باشه، این فضا فشار ایجاد بشه و زود پاره بشه. یه مقداری میکشی، عقبی رو به سمت عقب میکشی، این جلویی رو هم به سمت جلو. یه مقداری میکشی که این بیاد جلو، یه سوزنت هم میزنی و تموم. مساوی قیچی میشه، صاف و مستقیم. قیچی زدنتون هم باید تقریبا نیم سانت به این ور باشه، در حدی که بتونه نوارروزتون بریزه، فقط بیشتر نباید بذارید. خب ببینید خیلی تمیز و مرتب در اومده، بغلش مرتب در اومده تا بالا. این ورش هم قیچی میکنی، اون ورم دقیقا مثل همین ور میزنی که مساوی در بیاد. بریم برای این ور کار، انتهای کارم براتون بذاریم ببینیم بشه. خب اینم که این همونه دیگه دوستان. بعد از اینکه اینو زدیم میریم برای بقیه. خب دوستان اینم انتهای کار. ما بغلاشو نوار زدیم که خیلی ایست قشنگتری داشته باشه. تل ضخامتش 0.20 و نرمیش هم 45% که بالاترین سطح نرمی رو این تل داره. و اینکه سوزنا رو انتهای کار در میاریم، پشت کار زیپ نمیخوره، به این دلیل که عرض تکیه زیاده، دیگه نیازی به زیپ زدن نداره، خیلی راحت و سریع براتون در میاد. الان بهتون نشون میدیم به چه صورته. سوزنایی که مهار کردیم و همه رو در میاریم.
جلو هلالا رو قشنگ در آوردیم، جلو رو یه مقدار میکشیم رو به عقب، در میاد بیرون و همین راحت. خب میره برای دوخت. میره برای مرحله دوختش. خوشگلای من، آقا ایمان برش زد برای من چون خیلی تمیز برش یکم زد. مامان لطفاً صدات بلندتر. آقا ایمان برای من برش زدن، سوزن زدن. الان من مدل دوختشه به شما میگم. اول کفی رو میدوزیم، جوری کاری میدوزیم که خطایی که رو هم بیفته برای بست خیلی راحت بستن. ببینید سوزن‌ها رو یکی سوزن تگرداتون در میارین، حواستان باشه 2 تا لبه نگاه اینجوری رو هم باشه. وقتی میدوزیم یک لبه‌مون بیرون نمانه از کار. تمام کار دونه به دونه با دقت. آخر کارم حتما انتهای هر دوختتان محکم کاری کنم. بعد که کف تکیه‌گار اینجا رو دوختم، بعد از این بالا شروع میکنم، این ردیفی میدوزم، دونه دونه سوزنتون رو در میاری، شروع میکنیم به دوختن. ببینید عزیزای دلم، این کار خیلی دقت کنین چون کار فوق‌العاده عالیه. من تو استان خودم بالای 40 نفر استخوان کردم که برای خودشان الان درآمدزایی میکنن. یکی از اونا پسر خودمه که من انقدر کارش قبول دارم، یعنی بهتون بگم فوق‌العاده، انقدر مشتری داره که اصلا بیکار نیست و همیشه هم مشتریاش نهایت رضایت دارن. پس ببین ایسایی دلم، اون طرف دوختم، حالا میام این طرف کاره بدوزم. دقیقا 2 طرف کاره عین هم باید بدوزم. اینم دقت کنین که اینجاها زیر سطح خیلی ها نگاه نمی کنن، در میشه کار. اینجا هم تا این انتها اینجا هم که رسیدیم بستمان مکن میکنیم. ببینید اینجا هم تموم شد. حالا از اینجا شروع میکنم که قشنگ دور بزنم، کارم 2 تیکه نشه برای بست. از اونجا که میگی مامان کجاست؟ لطفاً نقطه کار رو بگو حتما تو ویدیو. اینجا دور کفیه. بله اینجوری بگی خیلی بهتره. دور کفی. چون نقطه های دوختاتون رو باید قشنگ نگاه کنین که جوری بدوزیم. ببینین الان به شما میگم که اینجا چجوری من دوختم. اول خط وسط تکیه‌گار رو دوختم، بعد بهناره، بعد دور کفی رو میدوزم برای اینکه این دوتا بیاد قشنگ روی کار قرار بگیره که محکم بشه. پس این ترتیب دوختنش مهمه. بله. حتما نباید از هر جایی که میخوام بدوزم. از جایی که دلتون میخواد شروع نکنید. باید خیلی مرتب بدوزین که دوختا قشنگ دیده بشه تو کار. ببین اینجا رفت داخل بس، برای که من درست دوختم. این خط دوختم، این بالا رو بغل کار دوختم، بعد کفی رو دورش دوختم که بیاد زیر این دوخته من قرار بگیره، تمیز بشه. الان این طرف صندلی هم که میدوزم کنار کفیه، بعد میرم طرف بعدی. خیلی با دقت. اصل کار دوخت کارتان، یکی پروب کردن، یکی دوخت زدن. چون مشتریاتون بعد با دقت این کار نگاه میکنن، ایراد میگیرن. باید خیلی دقت کنی برای خودش. پس این بغل کفی هم دوختم، تمام شد. حالا میام این طرف کفی. ببینید از اینجا باز شروع میکنم، اینجا رو بدوزم. اینم بغل کفی. بسته حتما بستاتون محکم بزنین، چون نایلون هرچندم که نرم باشه باید بستاتون رو تمیز بزنین. این کار خیلی خوبه، اگر دقت کنین یاد بگیرین درآمدزاییش عالیه. من بهتون اطمینان و خاطر میدم که این کار درآمدزاییش خوبه. حتما با دقت این کار کاور صندلی رو نگاه کنین یاد. اینجاها رو دوختیم، پس حالا شروع کنیم خط آخر. ببینید خط آخرم اینجوری دور میزنیم، خیلی کار تمیز در میشه. الان من پس خط آخر شروع میکنم.
این آخر بغلان تمیز، برای اینکه این بستمانم بیاد داخل کاربیون محکم بشه. دونه دونه حتما سوزنان کارتون در بیاریم، چون نگاه کنید اصلا اضافه نداریم، ما هیچ اینجا اضافه کار نداریم. شما دقت کنید که این نفر میز صندلی میخره 50 میلیون، کمترین کارمان 20 میلیون میخره. اگر کاور نکنه یکم غذایی، آبی، شربتی، هر چی که بریزه رو صندلی دیگه اون صندلی باید کاملا عوض بشه. ولی کاور میزنین با یک هزینه کم، کاور که میزنین خیالتان راحت میشه. همه جاشو دوختم، فقط مون پایین کار. ببین پایین کارم الان اضافای نوارام قیشی میکنم، شروع میکنم. عزیزای دلم ببینین هنر چقدر خوبه. الان پسر من یا شاگردای دیگر که هستن تو استان درآمدشان از هنر کاورشانه، چون واقعا کار خوبه، پردرآمده. یه دست تو جیب خودت بلند میشی با خیال راحت میری سر کار، با رضایت مشتری کارت خوب باشه میایی با حوصله کار انجام میدی. بهترین زندگی رو میتونی با همین کار انجام بدی، چون واقعا کار کاور درآمدش خوبه. حالا ما دیگه سنمون بالایه ولی برای شما جوونا خیلی عالیه. من خوشحالم که پسرم با این درآمد داره، هنرش خیلی خوبه، مشتریاش خیلی راضی‌ان. یعنی به جرئت میتونم بگم که از من بهتر کار میکنه، چون واقعا کارش عالی. این کارمان تمام شد، بست آخرم میزنیم، کاور خوشگل ما آماده شد. عزیزای دلم کار تمام شده، میخوام بندازم روی صندلی. خیلی کار تمیزه، با این که من استاکار بودم ولی آفرین میگم به پسرم که همچین کار قشنگی برای من گرش زده. واقعا کارش بیسته. ببینید چه کار خوب. صندلیتان 5 سال دیگه هم روش ورداری یک صندلی نو مرکب. اینو هم در نظر داشته باشین که برای کاور ناهارخوری لازم نیست مثل مبلمان یا چیزای دیگه تا پایین بزنید، چون موقعی که میشینید ما یه دقیقه لطفاً بشین من توضیح بدم اینو. موقعی که میشینید و موقع ناهار خوردن پاتون رو میخواین بدین عقب، دیگه به نایلون گیر نکنه. این یه نکته‌ایه که باید در نظر داشته باشین. اگر تولیدی هستین و میخواین بزنید تا پایین نزنید. برای مبلمان و اینا فرق میکنه ولی برای ناهارخوری باید این شکلی باشه. خب ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. میریم تا آموزش‌های بعدی.